الحمدلله که امروز چقدر از خواهران و برادران ما احادیث از یاد گفتند و بخصوص خرسندی ما به این کوچکان بزرگ است، به این کوچکان بزرگ از خواهرچه ها و از این برادرچه های کوچکمان که 10 ساله 12 ساله 7 ساله 8 ساله چقدر زیبا احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را با شوق و با ذوق و با محبت این کلام خیر البشر محمد رسول الله صلوات الله ربی و سلامه علیه را گفته ایستادند. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ بکند، به شما برکت بدهد، به شما الله سبحانه و تعالی رحمت را نصیبتون بکند، رحمتش را به شما نصیب بکند. الله سبحانه و تعالی شما را از تمام بلا و آفت ها و ضرر ها نگه بدارد و زندگی بهترین را در این دنیا و آخرت به شما نصیب بکند و این کوچکان بزرگ را از خواهرچه ها و برادرچه ها را الله سبحانه و تعالی محدثین آینده قرار بدهد، علمای محدثین موحدین بردارنده لا اله الا الله و مبارزه برنده با کفار مشرکین و با زنده کننده توحید. و بارک الله فیکم. احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علم نمین است. هیچ کسی در یک شب عالم نشد و هیچ کسی در خواب شبش هم عالم نشد. علم به مشقت به وجود نمی آید. هر کسی فکر میکند که علم بدون مشقت بدون یک حرکت به وجود می آید، اگر به زبان عادی تاجیکی کرده بگیم نامعقول کرده است. این خیلی نیست. علم نمین است که از همین خردسالی یا جوانی توکل به الله میکنید، امید را به الله میبندید، ناامید نمیشوید، نمیترسید، کوشش میکنید، حرکت میکنید. البته که وقتی که شما حرکت کردید الله سبحانه و تعالی به شما علم را میدهد همراه تقوا. اگر موحد باشی تقوا کن، علم آموز. فاتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا کن، الله تو به علم میدهد، برکه میدهد، فهم و درک میدهد. و این چنین طلب دعا بکنید، دعا کنید از الله سبحانه و تعالی، چیزی که الله خودش به پیامبر گفت قل رب زدنی علما. ای محمد بگو که الله علم مرا زیاد بکن. دعا بکنید رب زدنی علما. پدر و مادران در حق فرزندان خود دعا بکنید. والله علم حق که این علم قرآن است و سنت است و فهم سلف است، این نجات است. علم قرآن و سنت این نجات است. علم قرآن و سنت نجات در دنیا و آخرت است. بایی، بدولتی، سربلندی، عزتمندی در قرآن و سنت است. بیهوده فرزندهای خود را به اون طرف و اون طرف نندازید. الله شما را حفظ بکنه. کوشش بکنید. کسانی که تا به حال به این دوره مبارکه، به این حلقه های درسی مبارکه حفظ حدیث تا به حال تنبلی کردید و همراه نشدید، ای اهل توحید تنبلی را به یک طرف بگذارید. کبر باشد کبر هم به یک طرف گذارید، به اهمیتی باشد به اهمیتی را هم به یک طرف بگذارید و همراه شوید به این آموزش احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، هم حفظ احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هم فهمیدن معناهایش، گوش کردن شرح، گوش کردن. اگر شما فقط حفظ کنید و معناش نفهمید، خیلی شما کمبودی سخت کردید. مقصد اساس فهمیدن و عمل کردن است. شما اگر فهمیدید و عمل کردید خوب است، اما اگر حفظ نکردید این تقصیر و کمبودی در وقت حجت آوردن، در وقت دعوت کردن است. بهترین راه حفظ احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد از این فهمیدن معنایش، مسائلش عمیق و دقیق فهمیدن و عمل کردن و دعوت کردن و رسانیدن است. همین است دین. ناامید نباشید، ترسو هم نباشید. والله هر کسی حرکت کرد آموختنش ممکن است. من بزرگسال شدم نگوید، کوچکم هم نگوید. هر روزی که انا همین روز سخنی ما به شما رسید که ما شما رو دعوت میکنیم به حفظ احادیث رسول اکرم و به آموختن شرح و معنای احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، سخنی ما به شما رسید. بخیزید، بیایید به این مجموعه مبارکه همراه شوید، احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را حفظ بکنید و بفهمید و بیاموزید و بیاموزانید. و این حفظ از یاد کردن یا که از یاد کردن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این درجه حال هم اول است، حال هم فرصت است. بعد از این مرحله دوم است و بعد از این مرحله سوم است. با همراه ما 2-3 سال در بالای حفظ احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آموزش مصطلح الحدیث، آموزش کم علم رجال و شرح احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشید، بالاخره یکی از علمای محدثین خواهید شد ان شاء الله سبحانه و تعالی. این بود یک صحبت مختصری که شما رو دعوت میکنیم به آموزش. بی‌پروا نباشید. فرزندان خود را
فرزندان خود را در یک هفته لااقل یک حدیث باشد مشغول کنید، امر کنید، به اونها جدی بگیرید. در یک هفته یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را از یاد کردن یک چند فضیلت دارد، غیر از این که ما فضیلت‌هاش را پیش گفتیم که پیامبر دعا کردن در حق کسانی که سخن پیامبر را از یاد میکنند. چهرهش نورانی بود گفتند، نضر الله امرئا گفتند، خوش اخلاق و نورانی و زیبا بود کسی که به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشهور شوندگان، به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محبت خاص، چهره زیبای نورانی خاص کشاده دارند به سبب دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و بعد از این در همین سخن رسول الله هست، وحی است، همین مسائل واضح است و آشکار است. و بعد از این بارک الله فیکم، هر باره که شما یک حدیث رو یک چند مرتبه تکرار میکنید شما صلوات بر رسول الله میفرستید. برای همین علما میگویند که مثل محدثین در روی این دنیا هیچ کسی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات و درود نفرستاده است. باور بکنید، زیرا که هر یک حدیثی که شما میخوانید چی میگوید؟ انا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم. در هر یک حدیث سمعت رسول الله یا که قال رسول الله، حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد. مقصد این که هر باره که نام رسول الله را میگید رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید. هر باره که یک مرتبه رسول الله را صلوات میگوید، یعنی صلی الله علیه و سلم میگد من صلی علی واحده صلی الله علیه 10 صلوات و خط عنه 10 خطیئات و رفع له 10 درجات. اگر یک مرتبه بر رسول الله صلوات بگویی، الله در حق تو 10 مرتبه صلوات و درود میگه، تو را به بزرگیات میکند، 10 گناه تو را پاک میکند و 10 مرتبه درجه تو را بالا میبرد. الله اکبر. و بعد تو 10 ثواب میدهد. انا این اجر ثواب چقدر خوب است و چقدر این صلوات رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم یک ذکر بزرگ و برکات بزرگ دارد که امروز اکثر مردم بیخبرند. و بخصوص در روز جمعه گفتن صلوات بر رسول الله که محبت شما را بر رسول الله زیاد میکند، آهسته متابعت رسول الله به شما خوبتر و زیباتر میشود، پایبند سنت میشوید و به سبب صلوات گفتن زیاد بر رسول الله باذن الله در روز قیامت به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله شما را نصیب میکند. برای همین محدثین یا که حدیث از یاد کنندگان، طالب علمان که مشغول به حدیث هستند، بسیارترین مستحقترین به همین اجر و ثواب صلوات هستند. امروز این مجلس مبارکه رو ببینید، چندها مراتبه، زیاده از 100 مراتبه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات و درود گفته شد. صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم، صلوات الله ربی و سلامه علیه. پیامبر گفتند صلوا علی حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم. در کجای نباشد به من درود و صلوات بگویید، انا همون صلوات و درود شما که در کجای عالم نباشید گفتید به من آورده رسانیده می شود. یک ملائکه مخصوصی هست که بر رسول الله صلوات و درود موحدین گفته را می رسانند، می گویند فلان امتی تو، فلان پسر بچه پسری فلان آدم، فلان ابن فلان، فلان دختر پسری فلان مرد به تو صلوات و درود گفت. این اجر است، فضیلت است که جهلا از این فضیلت دور هستند. در 1.5 ساعت چقدر علم، چقدر فضل. بعضی آدم خوب است، حال خوب است، بعضی انسان به قیل و قال مشغول است، بعضی انسان به فیلم دیدن و کارهای بیهوده مشغول است، بعضی دیگر به گناه مشغول است. اما خوشا به حال شما که به آموختن دین وحی که این قرآن و سنت است مشغول است. حفظکم الله، حفظکم الله و رعاکم. پس انا این بود برای شما که بعضی از فضیلت های حفظ کردن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و انشاءالله در آینده با میبینید که این 40 نووی حالا ما عقیده رو به پایان رسانیدیم، بله در آینده با مسائل میاد، آداب، اخلاق، حکمت، فرهنگ، مدنیت
پاکیزگی، آرامی، دور شدن از غضب، چقدر ترتیب و نظام آداب زندگی را به شما می آموزند رسول الله صلی الله علیه و سلم. موحدی را آموختی، موحد شدی، پاک باش، به مدنیت و به آداب و به اخلاق باش. اخلاق چیست؟ انا همون زندگی رسول الله است، انا همون گفتار و رفتار و کردار رسول الله است، انا همون آداب است. نشستنت، خیستنت، خوردنت، پاکیزگیت، سخن کردنت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر سخنی خوب گفته نتوانی خاموش باش. از این دیده تربیت زیبا هست، از این دیده تربیت زیبا هست. اگر موحدین امروز به انا همین یک تربیه کوتاه رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده عمل کنند، چقدر فتنه ها از بین می رود، چقدر نافهمی ها و دیرسردی ها از بین می رود. فلیقل خیرا او لیصمت. مسلمان اگر تو به الله و به روز قیامت ایمان آورده باشی، یا سخنی خوب بگو یا خاموش باش. همین یک کلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی عائلوی شما را بهترین و زیباترین میکند. بین موحدین دست جمعی و نابود شدن فتنه را به وجود می آورد. یک جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر زنی که شوهر دارد در خانوادهش یا سخنی خوب بگوید یا خاموش باشد، چقدر زندگی هایی که به سبب سخنهای بیهوده زن ویران شده ویران نمیشه. اگر هر یک پدر و مادر دختری به شوهر برآمده ایستاده اش را به همین یک جمله رسول الله تربیه کند و به شوهر برآورد، بگوید که دخترم ای مسلمه، دختری موحده ای من، یا سخنی خوب بگو یا سخن نکن و خاموش باش. باور بکنید زندگیش زیباترین زندگی میشود. این چنین اگر امروز برادران ما که بسیار به صحبت‌های بیهوده مشغول هستند، به قیل و قال و کثرت السؤال، به این گفت و آن گفت، شبه نقل کنی مشغول هستند، اگر اینها سخنی خوب یا میگفتند، حق میگفتند، سنت میگفتند یا خاموش میایستادند، برایشون خاموشی اگر به همین یک جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکردند، چقدر فتنه هایی که در بین موحدین است نابود میشد. انا همچنین است. ببین والله با آموختن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرد میگردد و زن. مرد شجاع و غیور و تمام صفتهای مردی از پاکیزگی و رحم و عدل و انصاف، شجاعت و قناعت و حلم، و زن از همین آموختن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پاکیزه، عفیفه، پاکدامن و زیبا و احترام کننده شوهر، قناعت کننده، صابره، موحده، صالحه و پاکیزه و لطیفه می شود. والله تمام خوشبختی در آموختن سنت رسول الله است. تمام زندگی در آموختن سنت رسول الله است. تمام پاکیزگی، زیبایی حیات در آموختن سنت رسول الله است. من یک چند مراتبه پیشتر گفتم و باری دیگر میگم، ای خواهران موحده، ای برادران و خواهران، ای بخصوصا مادران، اگر دخترهای خود را برای زندگی به انا همین 40 احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آماده کنید، دختران شما در حیات و زندگیش خوشبختترین زنها خواهد شد. 40 حدیث را از یاد بکنانید، معنیش را به فهم اهل سنت و جماعت فهمانید، آموزانید. این دختر شما پاک دامنترین دختر، موحده، یکتاپرست، زیباترین و این چنین با آداب و با اخلاق ترین دختر میشه. و این چنین اگر پدران و مادران پسرهای خود را پیش از اینکه به زندگی مستقلانه قدم بگذارند به این 40 احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تربیه کنند، در زندگیش نشعکش و نرکمن و بے پروا و بے حرمت و بے آداب و بے اخلاق و احمق و کافر و مشرک نمی شود. مشکلی امروزه بسیاری پدران و مادران این است که
نه دختر خود و نه پسر خود را تربیه و آداب و اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم گذاشته نمیدهند. اصلا آداب و اخلاق به اونها تعلیم نمیدهند. اولین آداب و اخلاق یکتا پرستی است. اولین آداب و اخلاق بجا آوردن حق الله است. حق الله ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا. الله عبادت کنی یگانه خودش را و به او چیزی را شریک قرار ندهی. انا این است آداب. حق الله و بعد از این حق مخلوق و غیره. بالاخره خوشا به حال شما که در این زمان فتنه، در این زمانی که اکثریت در حالت گمراهی و ضلالت فتنه گرفتار هستند، شما به احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنگ زدید. حفظکم الله و رعاکم.